سلام دوستان، امروز میخوایم به یکی از جالبترین و مهمترین موضوعات علمی بپردازیم: هورمون‌ها و نقش اونها در زندگی روزمره ما. و هورمون‌ها چه نقشی روی مغز، احساسات ما و رفتار ما دارند؟ خب، هورمون‌ها چی هستند؟ اول باید ببینیم هورمون‌ها چی هستند، چه نقشی توی بدن ما دارن و چی کار میکنن. هورمون‌ها مواد شیمیایی هستند که توسط غدد خاصی در بدن ساخته میشن، مثل غده تیروئید، غده فوق کلوی یا غدد جنسی. وظیفه اصلی هورمون‌ها ارسال پیام‌های شیمیایی به سلول‌ها و اندام‌های مختلف بدن هستند تا فرایند گوناگون بدن تنظیم بشه. این پیام‌ها میتونن اثرات زیادی داشته باشن، از تنظیم متابولیسم تا تغییرات خلق و خو و رفتار. هورمون‌ها وارد جریان خون میشن و به قسمت‌های مختلف بدن میرن تا پیامی که دارن رو منتقل بکنن. بدن ما مثل یک سیستم پیچیده پیام رسانه که هورمون‌ها نقش پیام آور اون رو بازی میکنن. میرسیم به بخش دوم: هورمون‌های کلیدی در رفتار و احساسات ما. در زمینه تأثیر هورمون‌ها روی رفتار و احساسات چند هورمون کلیدی وجود دارد که باید با آنها آشنا بشیم. چند هورمون مهم مثل تستوسترون، استروژن، اکسیتوسین و دوپامین. تستوسترون بیشتر به عنوان هورمون مردانه شناخته میشه، اما در زنان هم وجود دارد. تستوسترون نقش بسیار مهمی در افزایش انگیزه، انرژی و حس اعتماد به نفس داره. وقتی تستوسترون بالا میره، فرد احساس قدرت و اشتیاق بیشتری میکنه که توی رفتارهای اجتماعی و جذب دیگران تاثیر میذاره. بخش سوم: هورمون‌ها چگونه رفتار و احساسات ما رو شکل میدن. این هورمون‌ها با تأثیر روی مغز و سیستم عصبی رفتار و احساسات ما رو تنظیم میکنه. برای مثال، وقتی تستوسترون در مغز افزایش پیدا میکنه، بخشایی از مغز که مسئول تصمیم گیری، تمرکز و حتی رفتارهای پرخطر هستن فعالتر میشن. همین موضوع باعث میشه که فرد انرژی بیشتری داشته باشه و انگیزش به شدت بالا بره. بخش چهارم: تغییرات هورمونی در طول زندگی و تأثیرش روی رفتار ما. تغییرات هورمونی در طول زندگی، به ویژه در دوران بلوغ، بارداری و سالمندی، تأثیر زیادی روی رفتار و احساسات ما داره. همچنین در دوران بلوغ، افزایش تستوسترون و استروژن باعث میشه که فرد به شکل قابل توجهی تغییر بکنه. همچنین با افزایش سن و کاهش تدریجی سطح هورمون‌ها باعث کاهش انگیزه، تغییرات خلق و خو و کاهش انرژی در انسان میشه. بخش پنجم: هورمون‌ها و جذابیت ظاهری. جالبه که بدونید هورمون‌ها نه تنها رفتار بلکه ظاهر ما هم تحت تاثیر قرار میدن. زمانی که هورمون‌ها در تعادل هستن، پوست ما روشن‌تر، شفاف‌تر میشه، بوی طبیعی بدن خوشایندتره و حالتهای صورت و زبان بدن به گونه‌ای هستند که دیگران رو بیشتر جذب میکنه. برای مثال، در دوره‌ای که سطح تستوسترون در مردان بیشتره، حالتهایی از اعتماد به نفس و انرژی بیشتری رو نشون میده. و همچنین در خانم‌ها هنگامی که سطح استروژن بالاست، خانم‌ها معمولاً جذابتر به نظر میرسن. و در آخر چند راهکار برای تنظیم هورمون‌ها به شما معرفی میکنه. ولیش و مهمترینش کاهش استرسه. استرس مزمن باعث میشه که ترشح هورمون کورتیزول در شما افزایش پیدا بکنه. دومین مورد خواب کافی و سومین مورد و آخرین مورد تغذیه سالم در شماست. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. خوشحال میشم کانالمون رو سابسکرایب بکنید.